دیگر گفته است که السلام علیکم داملوی شیرین سخن، از نزد قبرستان میگذریم آدمان دستهایشان رو بر رویهایشان میمالند. آیا این درست است یا نه؟ البته دعا در حق مرده ها و دعاء الاحیاء للاموات و صدقاتهم، ان دعای زنده ها برای مرده ها، صدقات زنده ها برای مرده ها نفع لهم، در عقاید ما و شما گفته می شود که فایده به آنها دارد. از این رو سوال میکنن که بخیل کی است؟ میگن بخیل کسی هست که به نزد یک قبرستان میگذرد در حق او دعا نمیکنند. حالا هم که در او قبرستان همه ارواح مؤمن و مؤمنات، مسلم و مسلمات فقط محتاج یک کف دعا هستند. با اونها نه پول در کار است نه مال در کار است. با اونها لازم هم نیست که قبری او را زینتش بتنن، قبری او را به بالاش بینا کنن و خشتکاری کنن و در اوجا گرش پنجره های زیبا بگیرن. اینا همه حرام هستند، اسراف هستند. همه اینها محتاج فقط یک کف دعا است، خلاص. او را دیگه پنجره کردن و گنبد کردن و او را فسان کردن ثوابی ندارد. برعکس همون پولی که در او اسراف صرف کردگی است در حرام، در نزد خدا و کننده او فردا روز قیامت جواب میتید. با او خشت به سنگ به ارماتور زنده محتاج است. آدم زنده محتاج است که در خاندانش را استفاده کنه. خانه های بسیار مسلمان ها شیفر نداره، خانه های بسیار مردم فوندم نداره. همو سیمنت ارماتور بر در همو فقیر صرف بکنه که او در حق مرده دعا کنه. مرده تا چی در کاره؟ بالاش زیبا میکنی، درونی را چی خبر داری که در درون چی حالت است؟ عمل نکرده باشد در اسلام، رو به خدا نه آورده باشه، نماز نخونده باشه، مست زده از دنیا گذشتگی باشه، او چی فایده داره؟ اگر 1000 پنجره طلایی و در بالاش گنبد طلایی کنی، او یگان فایده ای به او نداره. اسراف است، حرام است. خب دعا کردن فایده به اونها دارد. یعنی بخیل همو انسان هست که به نزد قبرستان میگذرد و در حق قبرستان دعا نمیکند. اونها چی؟ محتاج یک کف دعا هستند، محتاج صدقات هستند که به روح اونها میرسند. خب دعا کردن البته که هیچی هم که ندانست، خداوند میگه رحمت مغفرتشون کنه همین مؤمن و مؤمنات، مسلم و مسلمات. خدایا همه مرد زنی که در همه جا خوابیده است قبرهاشون پر نور بگردان، روحانیتی همه اینها را شاد بگردان. همین قدر هم گفته نمیتونه، میگه دستاش بروش دعا میکنه گذشته میره. رفتم به سر قبر شهنشاه یمن، او دست دراز کرد به من داد کفن. گفتا که بگیر از سخاوتم شرم مدار، از مال جهان همین رسیده است به من. از مال جهان فقط همون رسیدش خلاص.